یه لحظه رو تصور کن، توپ رو پرت میکنی سمت سبد، گل میشه، ولی بازی هنوز متوقفه. چرا؟ چون یکی باید نردبون بیاره بره بالا و توپ رو از داخل سبد در بیاره. باورتون میشه ورزشی که امروز به یه بازیکن قرارداد 160 میلیون دلاری میده یه روز همچین شکلی داشته؟ اما عجیب‌تر از اون اینه که NBA اصلا قرار نبود به اینجا برسه. این لیگ چند بار تا مرز نابودی رفت. اعتیاد، ورشکستگی، فساد، رسوایی، حتی دستکاری و مسابقات، ولی هر بار یه اتفاق مسیر تاریخش رو عوض کرد. امروز قراره از اول تا آخر داستان شکل گرفتن بزرگترین لیگ بسکتبال دنیا رو با هم مرور کنیم و ببینیم چطور یه بازی ساده توی سالن مدرسه تبدیل شد به یه امپراتوری میلیارد دلاری که میلیاردها نفر تو دنیا دنبالش میکنن. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال بسکتبالیستا. اینجا فقط درباره نتیجه بازی‌ها حرف نمیزنیم. اینجا پشت پرده تاریخ بسکتبال، داستان ستاره‌ها، اتفاقات فراموش شده و رازهایی رو بررسی می‌کنیم که کمتر کسی در موردش حرف میزنه. اگه عاشق بسکتبالی، اینجا دقیقاً جای خودته. بریم سراغ ویدیو. سال 1891 یه معلم ورزش کانادایی به اسم جیمز نایسمیت دنبال یه راهی بود که شاگردانش تو زمستون هم فعالیت بدنی داشته باشن. نتیجه یه بازی ساده با یه توپ فوتبال و 2 تا سبد هلو که به دیوار سالن وصل شده بودن. اون موقع حتی حلقه فلزی هم وجود نداشت. هر بار توپ داخل سبد میرفت، بازی متوقف میشد تا یکی با نردبون بره بالا و توپ رو بیاره پایین. اما این تازه عجیب ترین بخش داستان نیست. بازیکن‌ها اصلا اجازه دریبل زدن نداشتن. آره، درست شنیدید. توپ رو میگرفتی و باید همونجا میایستادی. فقط اجازه پاس دادن داشتی. بسکتبال بدون دریبل تقریبا شبیه شطرنج بود. یه بازی کاملا تاکتیکی که بیشتر از سرعت روی جایگیری و پاسکاری حساب میکرد. همین قانون باعث شد بازیکن‌های درشت هیکل یه برتری بزرگ داشته باشن. چون وقتی کسی نمیتونه با توپ حرکت کنه، طبیعیه که کسی موفق تره که بتونه محکم سر جاش وایسه و پاس بگیره. در نتیجه بازی کند بود، ریتم پایینی داشت و اصلا شباهتی به بسکتبالی که امروز میبینیم نداشت. سال 1906 بالاخره سبدهای هلو کنار رفت و حلقه‌های فلزی جای اونا رو گرفت. کم کم دریبل هم وارد بازی شد و از همون لحظه مسیر تکامل بسکتبال تغییر کرد. سرعت بیشتر شد، بازیکن‌های تاکتیکی فرصت پیدا کردن بدرخشند و بازی کم کم از یه مسابقه خشک و ایستا تبدیل شد به چیزی که امروز میشناسیم. چند دهه بعد و در سال 1949 دو لیگ بزرگ اون زمان با هم ادغام شدن و NBA رسما متولد شد. اما برخلاف چیزی که شاید فکر کنید، هنوز خبری از پول‌های میلیاردی نبود. بازیکن‌ها درآمدی نداشتن که فقط از بسکتبال زندگی کنند. مثلا نورمن گلیک کنار بازی کردن لوله کشی هم میکرد تا خرج زندگیش رو در بیاره. امروز تصورش سخته، ولی اون موقع حتی بازیکن‌های لیگ حرفه‌ای هم شغل دوم داشتن. این نشون میده NBA اون سالها بیشتر شبیه یه لیگ نیمه حرفه‌ای بود تا یه صنعت بزرگ. بعد از اون کم کم اولین ابرستارها وارد صحنه شدن. بیل راسل با 11 قهرمانی افسانه‌ای و چند سال بعد ویل چمبرلین، مردی که تا امروز هم اسمش با رکوردهای عجیب گره خورده. اما در مورد چمبرلین یه نکته جالب وجود داشت. بیشتر داستان‌هایی که ازش شنیدین هیچ سند تصویری و محکمی ندارن. رکورد 100 امتیازی معروفش، قدرت بدنی عجیبش، حتی داستان‌هایی که در مورد زندگی شخصیتش گفته میشه. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است. اون زمان دوربین‌های امروزی وجود نداشت. بخش تلویزیونی محدود بود و خیلی از مسابقه‌ها اصلاً ضبط نمی‌شدن. وقتی تصویر نباشه، افسانه جای واقعیت رو می‌گیره. مردم به قهرمان احتیاج دارن و چمبرلین بهترین گزینه برای تبدیل شدن به یک اسطوره بود. در واقع این افسانه سازی بیشتر از این که قدرت رسانه باشه، نشونه ضعف رسانه بود، چون چیزی برای اثبات یا رد کردن وجود نداشت. اما با وجود این ستاره‌ها، لیگ هنوز مشکل بزرگی داشت. اواخر دهه 60 و مخصوصا دهه 70 شاید تاریک‌ترین دوره تاریخ NBA بود. سال 1967 یک لیگ رقیب به اسم ABA تأسیس شد و هوادارها بین دو لیگ تقسیم شدند. اما این فقط شروع بحران نبود.
مشکل اصلی جای دیگه بود. طبق گزارش‌های تاریخی حدود 70% بازیکن‌های لیگ تو مقطعی از دهه 70 درگیر مواد مخدر بودن. عددی که امروز تقریباً غیر قابل باوره. محبوبیت لیگ سقوط کرد، اسپانسرها عقب کشیدن، حتی فینال‌های سال 1978 به صورت زنده پخش نشدن و تلویزیون اونها رو با تأخیر نشون میداد. یعنی محصولی که امروز ارزش میلیاردها دلار داره، اون روزها حتی ارزش پخش زنده هم نداشت. اما چرا اوضاع تا این حد خراب شد؟ رقابت بین دو لیگ باعث شده بود حقوق بازیکن‌ها ناگهان زیاد بشه، ولی هیچ ساختار حرفه‌ای برای مدیریت این ستاره‌های جوان وجود نداشت. نه روانشناس، نه مشاور، نه تیم‌های حمایتی. فشار مسابقات هم زیاد بود. سفرهای طولانی، خسته کننده و خیلی ها برای فرار از این فشار به مواد مخدر پناه بردن. لیگ عملاً داشت از داخل فرو می‌پاشید و خیلی ها فکر می‌کردن عمر NBA دیگه تموم شده. درست وقتی همه فکر می‌کردن NBA دیگه شانسی برای نجات نداره، دو نفر وارد صحنه شدن. ماجیک جانسون و لری برد، دو ستاره‌ای که قبل از ورود به NBA تو فینال کالج سال 1979 مقابل هم قرار گرفته بودند و اون بازی بیش از 40 میلیون بیننده داشت. از همون لحظه همه منتظر بودن این رقابت وارد لیگ حرفه‌ای هم بشه. همون سال یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد. لیگ رقیب ABA به طور کامل با NBA ادغام شد و یکی از مهمترین قوانین تاریخ بسکتبال هم اضافه شد: خط 3 امتیازی. قانونی که اون موقع شاید ساده به نظر میرسید، اما چند دهه بعد کل شکل بازی رو تغییر داد. اینجا یه سوال پیش میاد: چطور فقط با اضافه شدن یه خط روی زمین و ورود دو تا بازیکن جوان یه لیگ در آستانه ورشکستگی دوباره جون گرفت؟ جواب بیشتر از این که فنی باشه روانشناسیه. آدم‌ها عاشق داستانن، عاشق رقابتن، عاشق اینن که دو شخصیت کاملا متفاوت رو مقابل هم ببینن. ماجیک جانسون نماد لس آنجلس بود. بازی سریع، نمایشی، پر از لبخند و پاس‌های جادویی. اون طرف لری برد قرار داشت. آدمی آروم، سرد، بی احساس، نماد بوستون و بسکتبال کلاسیک و سخت‌کوش. این دیگه فقط رقابت دو بازیکن نبود. دو شهر بودن، دو فرهنگ بودن، دو سبک زندگی بودن که هر بار روبروی هم قرار می گرفتن. هوادارها دیگه فقط برای دیدن نتیجه بازی تلویزیون رو روشن نمی کردن. اونا دنبال ادامه یه داستان بودن. دقیقاً مثل یه سریال که هر قسمت باید ببینی آخرش چی میشه. از اون طرف خط 3 امتیازی هم بازی رو جذاب‌تر کرد. تیم‌ها مجبور شدن تاکتیک‌هاشون رو تغییر بدن و بازی هیجان بیشتری گرفت. همه این اتفاقات باعث شد NBA کم کم دوباره اعتماد هوادارها و اسپانسرها رو به دست بیاره. اگه تا اینجای ویدیو برات جذاب بوده و از این مدل واکاوی‌های عمیق خوشت میاد، همین الان کانال بسکتبالیستا رو دنبال کن و ویدیو رو هم لایک کن. حالا بریم سراغ مهمترین نقطه عطف تاریخ NBA. سال 1984 شیکاگو بولز یه بازیکن جوان رو انتخاب کرد که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد قرار تعریف ستاره ورزشی رو برای همیشه عوض کنه: مایکل جردن. جردن فقط یه بسکتبالیست فوق‌العاده نبود، اون یه برند بود، یه شخصیت بود، یه محصول جهانی بود. مردم حتی قبل از اینکه بازیش رو ببینن اسمش رو میشناختن. نایکی هم دقیقاً همین موضوع رو فهمید. کفش‌های ایر جردن فقط یک کفش بسکتبال نبود، به بخشی از فرهنگ خیابونی آمریکا تبدیل شدند. برای اولین بار یه بازیکن تونست خارج از زمین هم به همون اندازه داخل زمین تاثیرگذار باشه. بعدم المپیک 1999 از راه رسید. تیم رویایی آمریکا با حضور جردن، ماجیک، برد و چند تا از بزرگترین اسطوره‌های تاریخ. شاید اون تیم قوی‌ترین تیم ورزشی تاریخ باشه. اون المپیک فقط مدال طلا نگرفت، بسکتبال رو صادر کرد. از اون به بعد میلیون‌ها نفر توی اروپا، آسیا، آفریقا و حتی آمریکای جنوبی عاشق NBA شدن. کشورهایی مثل چین برای اولین بار بازی‌های لیگ رو به صورت گسترده دنبال کردند
و بازار NBA از یک لیگ آمریکایی تبدیل شد به یک برند جهانی. اما پشت این موفقیت یک واقعیت تلخ هم وجود داشت. سال 1986 یکی از بااستعدادترین بازیکن‌های نسل خودش یعنی لن بایاس تنها 2 روز بعد از انتخاب شدن توی درفت NBA بر اثر مصرف کوکائین جونش رو از دست داد. این اتفاق یه شوک بزرگ بود. همه فهمیدن با وجود تمام تبلیغات و ظاهر درخشان لیگ هنوز مشکلات قدیمی کاملا از بین نرفته. هنوز بازیکن‌های جوان به حمایت بیشتری نیاز دارن. هنوز خطر مواد مخدر وجود داشت و هنوز فاصله زیادی تا یک لیگ کاملا حرفه‌ای باقی مونده بود. چند سال بعد هم اتفاق تلخ دیگه افتاد. Last night we began the show with the disappearance of Michael Jordan's father. Right? The worst fears have come true. James Jordan was found dead, victim of an apparent murder. پدر مایکل جردن به قتل رسید و جردن تصمیم گرفت از بسکتبال خداحافظی کنه. برای خیلی‌ها این پایان یه دوران بود. اما 2 سال بعد فقط با یه بیانیه کوتاه همه دنیا منفجر شد. I am back. همین 2 کلمه کافی بود تا تیتر تمام رسانه‌های دنیا بشه. جردن برگشت و دوباره قهرمان شد. حتی قهرمانی سال 1996 که مصادف با روز پدر بود تبدیل شد به یکی از احساسی ترین داستان‌های تاریخ ورزش. ولی هیچ اسطوره‌ای برای همیشه بازی نمی‌کنه. وقتی جردن کم کم از صحنه کنار رفت، NBA دوباره با یه سوال بزرگ روبرو شد. بعد از مایکل جردن چه کسی قراره چهره اصلی لیگ باشه؟ ورود به دهه 2000 یعنی شروع یه نسل کاملا متفاوت. نسلی که نه فقط سبک بازی بلکه فرهنگ NBA رو هم تغییر داد. آلن آیورسن وارد شد و با خودش فرهنگ خیابونی رو آورد. تتوها، لباسهای آزاد، زنجیرها و سبکی که تا قبل از اون کمتر تو NBA دیده میشد. شکیل اونیل با قدرت بدنی عجیبش تبدیل شد به غیر قابل مهارترین سنتر دنیا. کوبی برایانت با وسواسش برای تمرین و برنده شدن تبدیل شد به یکی از خطرناکترین بازیکن‌های تاریخ. شکیل و کوبی کنار هم 3 قهرمانی گرفتن. اما بیرون زمین رابطه‌شون هر روز بدتر می‌شد. یکی اون یکی رو تنبل می‌دونست و اون یکی معتقد بود همتیمیش بیش از حد خودخواهه. همین اختلاف‌ها باعث شد یکی از موفق‌ترین زوج‌های تاریخ NBA از هم بپاشند. در همین دوران یه نوجوان 18 ساله هم وارد لیگ شد. بازیکنی که از همون روز اول بهش لقب منجی بعدی NBA رو دادن. اسمش لبرون جیمز بود. لبرون جیمز با فشار باور نکردنی وارد NBA شد. از همون روز اول همه میگفتن این همون کسیه که قراره جای مایکل جردن رو بگیره. فشاری که خیلی از بازیکن‌ها رو نابود میکنه. اما لبرون نه تنها زیر این فشار دووم آورد بلکه تبدیل شد به یکی از بزرگترین ستاره‌های تاریخ بسکتبال. ولی درست وقتی همه نگاه‌ها به لبرون، کوبی و شکیل بود، یه اتفاق پشت پرده داشت اعتبار کل لیگ رو تهدید می‌کرد. سال 2007 اسم یه داور همه جا پیچید. تیم دوناهی، مردی که 4 سال تمام مسابقات NBA رو برای مافیای شرطبندی دستکاری می‌کرد. شاید اولین چیزی که به ذهن برسه این باشه که یعنی نتیجه بازی‌ها رو عوض می‌کرد. نه، همین موضوع ماجرا رو ترسناک‌تر می‌کرد. دوناهی معمولاً برنده مسابقات رو تغییر نمیداد. اون روی اختلاف امتیاز بازی‌ها کار می‌کرد. همون چیزی که تو شرط بندی بهش اسپرد میگن. فرض کن مافیا شرط بسته یه تیم با بیشتر از 5 امتیاز اختلاف ببره. دوناهی لازم نبود نتیجه رو عوض کنه. فقط کافی بود چند سوت کاملا معمولی بزنه. یه خطای حمله، یه خطای 3 امتیازی، یه خطای مشکوک تو لحظه حساس، همین تصمیم‌های به ظاهر کوچیک ریتم بازی رو تغییر میداد و اختلاف امتیاز دقیقاً به همون عددی میرسید که شرط بندی‌ها می‌خواستن. باورت میشه میلیون‌ها دلار فقط با چند سود جابجا میشد. وقتی FBI پرونده رو باز کرد، تازه همه فهمیدن پشت یکی از بزرگترین لیگ‌های دنیا چه اتفاقی در جریانه. این رسوایی ضربه بزرگی به اعتبار NBA زد. اما لیگ خیلی سریع قوانین نظارتی رو تغییر داد. کنترل بیشتر روی عملکرد داورها گذاشت و تلاش کرد اعتماد هوادارها رو برگردونه. اما همزمان یه تغییر بزرگ دیگه هم داشت اتفاق میافتاد. بازیکن‌ها فهمیده بودن قدرت واقعی دست خودشونه. سال 2008 بوستون سلتیک با جمع کردن 3 ستاره بزرگ یه تیم رویایی ساخت و قهرمان شد. همین اتفاق یه آینده جدید رو وارد NBA کرد. سوپر تیم،
یعنی چند ستاره تصمیم بگیرن کنار هم بازی کنن تا شانس قهرمانی رو بالا ببرن. اما زلزله واقعی سال 2010 رخ داد. لبرون جیمز، دوان وایت و کریس باش کنار هم به میامی هیت رفتن. برای اولین بار هوادارها دیدن که این بازیکن‌ها هستن که آینده لیگ رو تعیین می‌کنن، نه فقط مالکان تیم‌ها. این اتفاق باعث شد اختلاف بین بازیکن‌ها و مالکان به اوج برسه و در نهایت اعتصاب بزرگ سال 2011 شکل بگیره. لیگ برای 161 روز تعطیل شد. هیچ مسابقه‌ای برگزار نشد. هیچ درآمدی تولید نشد. دو طرف بر سر تقسیم درآمدها با هم درگیر بودند. اما وقتی بالاخره توافق انجام شد، همه چیز تغییر کرد. قراردادهای حق پخش تلویزیونی با ارقام نجومی امضا شدند و سیل پول وارد NBA شد. برای اینکه بزرگی این تغییر رو درک کنیم، فقط یه مقایسه کافیه. بیل راسل با همه اون 11 قهرمانی، اگه حقوقش رو با تورم امروز حساب کنیم، چیزی کمتر از $1,000,000 در سال درآمد داشت. اما چند دهه بعد بازیکنی مثل تیموفی بوزگوف که حتی ستاره هم نبود، یک قرارداد $65,000,000 امضا کرد. بعدم قراردادهای $100,000,000 و $150,000,000 تبدیل شدن به یه اتفاق عادی. دیگه بازیکن‌ها فقط کارمند باشگاه نبودن، اونا خود محصول بودن. شبکه‌های تلویزیونی برای دیدن اونا پول میدادن، برندها برای همکاری با اونها صف میکشیدن، هوادارها برای اسم اونا بلیط میخریدن. توازن و قدرت کاملا عوض شده بود. اما انقلاب بعدی اصلاً بیرون زمین اتفاق نیفتاد. این بار خود بسکتبال تغییر کرد. تا اون موقع همه فکر میکردن برای قهرمان شدن باید بازیکن‌های بلندتر، قوی‌تر و فیزیکی‌تر داشته باشن. تا اونجا که استفن کری وارد شد. بازیکنی که نه از نظر قد شبیه غول‌های NBA بود، نه قدرت بدنی خارق‌العاده‌ای داشت. اما یه سلاح داشت که هیچ کس مثل اون ازش استفاده نمی‌کرد. شوت 3 امتیازی. البته نه از پشت خط معمولی، از فاصله هایی که قبل از اون غیر منطقی به نظر می رسید. کری مدافع ها رو مجبور کرد چند متر از سبد فاصله بگیرن. وقتی مدافع از سبد دور می شد، وسط زمین خالی می شد. وقتی وسط زمین خالی می شد، راه برای نفوذ همتیمی ها باز میشه. به این مفهوم اسپیسینگ میگن. شاید ساده به نظر برسه، ولی همین ایده کل بسکتبال مدرن رو از نو طراحی کرد. بعد از کری تقریبا همه تیم ها سبک بازیشون رو عوض کردن. تعداد شوت های 3 امتیازی چند برابر شد و آمارها نشون داد ریاضیات میگه 3 امتیازی ارزش ریسک بیشتری داره. از اون لحظه به بعد تحلیل داده ها و آمار نقش خیلی پررنگتری توی تصمیم های مربی ها پیدا کرد. همزمان هم یه اتفاق تاریخی افتاد. بهترین بازیکن‌های دنیا دیگه فقط آمریکایی نبودن. یانیس آنتوتوکومبو از یونان، نیکولا یوکیچ از صربستان، جول امبید از کامرون، بازیکن‌هایی که ثابت کردن NBA دیگه فقط یه لیگ آمریکایی نیست. این لیگ تبدیل شده بود به مقصد بهترین بسکتبالیست‌های دنیا. اما درست وقتی همه چیز عالی به نظر می‌رسید، دنیا با بزرگترین بحران چند دهه اخیرش روبرو شد: ویروس کرونا. لیگ برای چند ماه تعطیل شد. خیلی‌ها فکر می‌کردن فصل دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه، اما NBA یه تصمیم تاریخی گرفت. تمام تیم‌ها رو داخل مجموعه دیزنیلند جمع کرد، جایی که بعدها همه اون رو با اسم حباب NBA میشناختن. هیچ کس اجازه خروج نداشت. هیچ ارتباط مستقیمی با بیرون وجود نداشت. بازیکن‌ها ماه‌ها از خانواده‌هاشون دور بودن. تمام مسابقه‌ها بدون تماشاگر برگزار شد. از نظر روحی یکی از سخت‌ترین فصل‌های تاریخ بسکتبال بود، اما نتیجه شگفت‌انگیز بود. فصل کامل شد، قهرمان مشخص شد و با وجود حضور صدها نفر داخل حباب تقریباً هیچ شیوع گسترده‌ای اتفاق نیفتاد. این فقط یه موفقیت ورزشی نبود، یه شاهکار مدیریتی بود که نشون داد NBA برای حفظ این صنعت میلیارد دلاری حاضر به انجام هر کاریه. اما حالا که به امروز میرسیم، یه سوال مهم مطرح میشه. نسلی که ما باهاش بزرگ شدیم کم کم داره از صحنه خارج میشه. لبرون جیمز، استفن کری، کوین دورانت همه به سالهای پایانی دوران حرفه‌ایشون نزدیک شدن و NBA دوباره درست سر همون دوراهی قدیمی ایستاده. این بار ستاره بعدی کیه؟ و مهمتر از اون، آیا آینده بسکتبال همون چیزی میشه که امروز میشناسیم؟ یا دوباره یه انقلاب بزرگتر در راهه؟ اگه به گذشته نگاه کنیم، یه الگوی جالب میبینیم. هر بار که فکر میکردیم NBA به آخر خط رسیده، یه اتفاق غیرمنتظره همه چیز رو عوض کرد.
امروز لیگ بیشتر از هر زمان دیگه روی داده و تکنولوژی تکیه داره. تقریبا هر حرکت بازیکن‌ها ثبت میشه. سرعت دویدن، زاویه شوت، محل فرود بعد از پرش، میزان خستگی، حتی احتمال مصدوم شدن با کمک هوش مصنوعی پیش بینی میشه. چیزی که 30 سال پیش فقط یه حدس مربی بود، امروز با میلیون‌ها داده تحلیل میشه. اگه از این واکاوی عمیق لذت بردید، حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال بسکتبالیستا رو دنبال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.